دوستای گلم، امیدوارم حال همتون خوب بشه. امروز اومدیم با هم برای یه فال هفتگی برای متولدین پاییز. دوستای گلم دقت کنین که توی پیج اینستاگرام ما فال تکنیت رایج کنه و برای کسایی که میخوان یه فال تکنیتی باز کنن میتونن از طریق اینستاگرام ما پیام بدن و یه فال تکنیت براشون بگیریم. دوستانی که توی رابطه هستن براشون پیروزی و موفقیت این رابطه رو میبینم. یعنی کسایی که قصد جدی دارن براشون ازدواج خواستگار دیده شده. دوستانی که مجرد هستن براشون امضا یه ازدواج دیده شده و برای کسایی که سینگل هستن یه کیس مناسب بسیار عالی براشون دیده میشه. از لحاظ مالی براتون یه پیشرفت و موفقیت بزرگی دیده میشه. دوستانی که قصد معامله رو دارن براشون یه معامله دیده میشه که براتون خیلی عالی و خیره. برای بعضی از دوستان از طرف پدر کمک‌های مالی و حمایت دیده میشه. زندگی شما به صورت معجزه‌باری به سوی مثبت تغییر میکنه. یعنی یهوی زندگیتون به قدری عالی میشه، به قدری پر از انرژی های مثبت میشه که حتی خودتونم شوکه میشین. دوستانی که قصد خرید و فروش دارین براتون یه خرید و فروشی میبینم که براتون خیلی عالی و پرسود میشه. یه خبری رو از یه دوست صمیمی میشنوین شما رو خیلی خوشحال میکنه. دوستانی که توی رابطه هستن برای بعضیا که کیس احساسشون کمی سن پایین هستش براشون یه خیانت دیده میشه. یعنی طرف مقابلتون اگه پسره با یه دختر رفیق هستش و یا اگه دختره یه رفیق پسر داره و با این در رابطه هستش. برای بعضیا دیدار با یه دوست قدیمی میبینم که این دیدار خیلی عالی میشه براتون. پیشنهادهای جدید مالی، پیشنهادهای معامله جدیدی براتون دیده میشه که خیلی عالیه. شما رو میبینم که به آرزو و هدفاتون رسیدین و به قدری قدرتمند میشین که حتی باورش هم نمی کنین. دوستانی که قصد مسافرت دارن براشون مسافرت به راه دوری دیده میشه که برای انرژی خودتون و از لحاظ روحی براتون عالی میشه. یه کسی دیده میشه که از راه دور داره به سوی شما میاد، به سمت شما میاد که این خبر و دیدار با این شخص خیلی خوشحالتون میکنه. کسی که از زندگیتون رفته داره به سمتتون برمیگرده و برگشت این شخص براتون خیلی عالی و خوشحال کننده میشه. یه خبر بارداری به گوشتون میرسه. دعوت به جشن و رفتن به جشن و عروسی براتون وجود داره. برای بعضیا میبینم که تمام مشکلات، تمام غم و غصه‌هاتون رو پشت سرتون گذاشتین و دارین یه زندگی جدیدی رو برای خودتون شروع میکنین. دارم میبینم که یه موضوع مالی شما رو خیلی درگیر کرده. انگار یه پولی قرار بود به وارد خانواده‌تون بشه، وارد محل زندگیتون بشه و این نشده. میبینم که یه بستگی وجود داره و این بستگی باعث میشه که این ماه کمی از لحاظ مالی و کاری به مشکل برخورد کنین. بستگی میتونه مثل دعا باشه، مثل یه دعای کوچیک که میتونه که کسی توی خونتون گذاشته باشه. پولی که هر ماه به حساب شما واریز میشه مثل یه حقوق، بهتره که این پولا رو جمع کنین. براتون دیده میشه که اگه این پولا رو جمع کنین یهوی براتون پربرکت و زیادتر میشه. عرض مدت یک زندگیتون به قدری عالی میشه، به قدری تغییر ناگهانی مثبت میشه که حتی خودتونم شوکه میشین. توی چارچوب فال براتون خوشبختی و خوشحالی افتاده. توی خانواده‌تون یه خوشحالی بزرگی خواهیم داشت. خب دوستان، فالمون همین قد بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه، نظرتون فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.